ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی هم استخوان و ریشه‌ای. با نام خدای مهربان. سلام، برنامه نوبتی کتابخانه است و در صحبت امروزه ما نفری که عمر خود رو صرف کتاب، مطالعه، دانش و نوشتن کتاب کردند. در برنامه قرار دارند ابراهیم عثمانوف، پروفسور، نفری که در منصب‌های گوناگون دولتی هم فعالیت کردند، استادی دانشگاه ملی هم بودند و چهره‌ای که با ما و شما آشنا هستند. استاد، با برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت رو پذیرفتید. از حضورتون در برنامه کتابخوان خیلی شاد هستیم. روز با چی کار بار بندید و حالتون چگونه است؟ حالم نقص. از آخرت شروع میکنم. حالم نقص برای آنکه به هیچ کاری رسمی بند نیستم. من به کاری علمی و پوبلیسیستی خودم شغل دارم. در ساحه های تاریخ ملت و زبان ملت و خلق تاجیک، در ساحه ژورنالیستیکا، در ساحه جنگ و صلح تاجیکستان اندیشه میکنم. چیزی می نویسم، به کسی در کار است یا نه اینش برای من مهم نیست، لیکن من می نویسم. شاید یک روز نه یک روز در کار شود. برای من خوبم، احوالم خوب. فکر میکنید آنچه که تا به امروز خواندید، مطالعه کردید، برای زندگیتون کافی بود؟ یعنی برای فعالیتتون، برای کارتون، یا چیزایی بودن که نخواندید و آرزو داشتید که بخونید؟ یعنی تو به همینجا فکر میکنید خواندنتون، دانشتون برای خودتون کفایه بود یا نه؟ اگر گویم که آنچه که خواندم برای من کفایه است، این معنای آن است که من آمادم پگاه وفات کنم. چون که یعنی من خانه شدم، پورا دیگر کاری میکردگیم نموند و من بسیار آموختم، بسیار خوندم، ولی از اونچه که خوندم در کار شاید ولی 91% خوندم، ولی 99% دیگر خوندم در کار تا که من فهمم که چی گپ و چی کار. من برای این میگم که در همین سالهای 2-3 سال اخیر اثرهایی که من خوندم، مثلا کتاب عبدالحمید صمدوف گردش دیوباد خوندم و چیزی که خوندم، کتاب میرزا نصرالدین درباره یک شب دراز درباره واقعه‌های سالهای 90 این را خوندم. اثرهای شاه مظفر یادگاری را خوندم، رمان‌های شاه مظفر یادگاری را خوندم. در همین سال اخیر من در همین چند سال اخیر کتاب 2 جلده بختیار مرتضویف پوبلیسیست که سالهای جوانیش ورق زدم. کتاب 3 شهکار به نام 3 شهکار ترجمه کرده سلیم زرافشانفر را درباره ادبیات اروپایی عصر 20 به یک شکل اون خوندم. کتاب ترجمه عبدالغفار عبدالجباروف 100 سال تنهایی را از ادبیات اروپایی خوندم. کتاب والبر نویسنده فرانسوز را به زبان روسی پکایانی یعنی اقرار امکر گویم این کتاب خوندم. کتاب دیمیتری مدویدف به نام ضحاک درباره واقعه‌های تاجیکستان نوشته و در رسیه لوریت مکافات دولتی شده است. من این کتاب رو خوندم. یعنی بسری اون که من میخونم، جستجو میکنم، میابم و گمان میکنم که هر اثری که شاید در علم، شاید در ادبیات بدیعی، در صنعت با منفعت یا با سرنوشت ملت ما به این یا اون شکل تاثیر میکند، اگر چشمم افتاد البته میخونم. در بین این کتاب ها از جمله من در 3 سال اخیر 6 جلده عالم نیمیس آگوست میولر استوریا اسلام خوندم که جلد 3 پورا با مسلمان شدن مردم ایرانی نژاد تعلق دارد. شروع کردید از ادبیات وطنی، نویسنده‌های وطنی و چند کتاب هم نامبر کردید. در این برنامه بحث‌هایی بودن که ما نویسنده کم داریم و کتاب کمتر نوشته می شود و یکی از سبب‌های نخوندن یا کم خواندن امروز مردم با اون وابسته میدونن که ما نویسنده‌های خوب نداریم و کتاب‌های جالب نداریم. شما با این اندیشه تا کجا راضی هستید؟ بزرگترین ادیب عصر 20 آسیای میانه صدرالدین عینی نویسنده تاجیک است. اثرهای استاد عینی رو ما نخوانده ایم، ولی درباره استاد عینی گپ میزنیم. ما نخونده اثرهای استاد عینی را ما گپ میزنیم در این باره.
تنقیدم میکنیم اگر جوش بیاد. من اثرهای استاد عینی رو با چند گروه جدا کردن میخوام. اثرهای استتیکی استاد عینی یعنی ادبیات بدیعی استاد عینی، این اودینا فرض کنیم، دو خونده، غلامان، یتیم، خب بعد مرگ سودخور. در نظر من اگر مرگ سودخور رو ما میتوانستیم به زبانهای اروپایی ترجمه کرده، به انگلیسی و نیمیسی به خواننده اروپایی میرساندیم، این در قطار بزرگترین ادبیات جهان قرار میگرفت. همین خیلی اهمیت دارد. ما نه فقط این کارو نکردیم بلکه نخواندیم. شما به من باور کنید، نه فقط دانشجویها، نه فقط آدم‌های عادی، کارگر و دهقان و غیره، حتی معلم‌هایی که ادبیات درس میدن مرگ سودخور را به اون طوری که خواندنشان در کار است نخواندند و معنیداد نکردند. این یک چیز است. دوم، اثرهای برای متخصصان نوشته استاد عینی از تاریخ امیران منقیطه شروع می شود. خب مترال‌ها اوید به انقلاب بخارا، پوبلیسیستیکی سالهای بسیار، فقط در شعله انقلاب 100 مقاله پوبلیسیستی چاپ کرده است عینی. و در بین آنها مثلا من یک مقالهش یادآوری میکنم، میگوید که در زمان ما بعضی فرزندها، عموما آدمای در مسئله شرق و غرب، میگوید که شرقی ها مانند بعضی فرزندهای ناخلف که در سر بالین پدرشان نشسته، پدری بیمارشان، پدری در حال مرگ بودهشان نشسته، بر دروغ اشک میریزند و در دل میگویند که کی میمورد که میراثش به من ماند. غربی های هم درباره ما همین فکر میکنند، ظاهرا به ما لطف میکنند، ظاهرا ما رو دستگیری کردن میخواهند، لیکن در باطن هرچه زودتر مردن ما و از ما چیز رویاندن رو میخواهند. استاد عینی این سال 20 100 سال پیش از این، 100 سال زیادتر پیش از این نوشته است. این خیلی چیزها در اونجا نهایت بسیارند، ما نخوندیم لیکن درباره این حکم میکنیم. این گروه چیزاش است. استاد عینی یادداشت‌ها نوشتند. یادداشت‌ها اثری است که برای شناختن استاد عینی، برای فهمیدن زمان استاد عینی به شکل تاریخی و ادبی ایجاد شده است. این یک چیزی بسیار گوهری نایاب است. من یک دفعه سالی که معلم بودم، حاضر نیم، من چند معلم بودم، از دانشجویان کورس پنجم ختم کننده دانشگاه ملی درک کردم که نخوندن یادداشت‌ها را. اونها به دو گروه تقسیم، به 4 گروه تقسیم کرده، به هر کدام گروه یک جلدی خوندن یک جلدی یادداشت‌ها را فهمیدم، در همون حالت هم نخوندم. بله، و هم با دستور داده شد اون وقتی مثنوی بخونند و باز خودتون امون از ناصر خسرو خدای راستگویان فتنه تفسیر میکرد، ترجمه میکرد. من میخواستم اینجا بپرسم که چی ضرورت بود که شما مثلا به همه گروه ها خیلی شدید این بحث رو با وجود آورد و تاکید میکرد که قسمت یکم شما خونید، قسمت دوم شما خونید و بحث با وجود می آوردید؟ شما فکر میکنید که ضرورت چی بود برای، خصوصا برای ژورنالیستان؟ اونجا گروه بین‌الخلقی هم بود، گروه ترجمه بود. شما چی ضرورت میدیدید در این قریب 10-15 سال پیش که اون وقت حالا حرف کتاب و کتابخوانی به این وقتی که اوج نگرفته بود، شما چی رو احساس می‌کردید؟ ضرورت این مجبور کردن با وجود آوردن احساس افتخار ملی بود. اقلا خوانند. من اینا یک چیزی دیگر روز اول به شما می‌خواستم. وقتی که پرزیدنت تاجیکستان مسئله کتابی تاجیکانی باباجان غفورов را به میان گذاشت و از اختیار حکومت به سرمایه حکومت باید پهن کرد و خوان گفت، من باوری دارم که پرزیدنت حتی از اون فکر دورم باشد و منم خودم هم از اون فکر دورم که همه این کتاب میخونند. من دورم از این فکر، چون که این کتاب علمی اکادمیکی است، لیکن چیزی دیگری باید دارد. همین پگوی از خواب خسته، فرض کنیم در همون خانه‌تون یا وقتی میمونو گشتن یکش چشمتون به کتابی همین تاجیکان افتاد، یک بار دیرتون با وش آمدنش ممکن که یاد آورن تو ممکن که من تاجیکم. تاثیر رسوند. هم خود اون، یعنی این تاثیر برای پرورش احساس ملی در کار است. یادداشت‌ها هم همین فونکسیون را داشت. پرزیدنت مثلا تاجیکان رو به همین چیز به میان گذاشت. من برای یادداشت‌های برای اون یادآوری کردم که
یادداشت‌ها بزرگترین اثر بود. همین رو هم نه فقط دانشجوها، متاسفانه معلم‌های پرخواندگی هم در بین متخصصان فیلولوژی و تاریخ حتی وجود ندارند. و همین وابسته به این من کتابی نمونه ادبیات تاجیک رو کتابی ملی حساب میکنم با چیز دیگر که بسیاری ما ورق نزدیم. برای چه ملی؟ در این کتاب 227 شاعر و نویسنده و تذکره نویس یادآوری شده است. باور میکنید که در این کتاب نه سعدی است، نه حافظ است، نه جامع است، نه بیدل است، نه مولانا هست، نه بزرگای دیگر. یعنی که از محدوده تاجیکستان بیرون بودن از این یعنی صدرالدین عینی در سال 25 در ظرف 3 ماه این کتاب تیار کرده. گفت که ما در خاک بخارا، در قلمرو بخارا اینقدر شاعر و نویسنده پرورش کردیم داریم که خود آن نشانه بزرگی خلق تاجیک را نشان میدهد. البته عینی از اون نام‌هایی که من گفتم افتخار میکرد، ولیکن در اون زمان اونها ذکر نکردن، با اون پن ترکیستا فهموندن بود که ما زبان دیگر قبول کرده نیستیم، ما صاحب زبان هستیم. من خودی ما اینقدر شاعر و نویسنده داشتیم و بزرگای عمومی ما افغان ها و ایرانی ها یک طرف استاد. کی خوانده در این باره اندیشه کرده است، گفته است، در کجا گفته است، چرا نمیگیم؟ یعنی من با این فکرم که ما نمیدونیم. نه انا شما به سوال شما نزدیکتر میگم. در عصر 20 ما کی داشتیم؟ نویسنده. من گپ درباره شاعر نمیرود، گپ درباره نویسنده میرود. ما داشتیم در عصر 20 جلال اکرامی، رحیم جلیل، ساتیم اولوغزاده، پولاد تولیس، خب فضلالدین محمدیف، یوسف جان اکابیروف، عبدالحمید سمدوف، کرامت الله میرزایف، اورون کوزاد، ستار ترسون، سوربون و دیگرها و دیگرها به من مثلا استاد عبدالملک بهاری، نجم دینوف، امین جان شکوهی داخل میکنم. بودن همه فاتح نیوزم بودند اینو دیگر. لیکن یک چیز به حساب من گمان میکنم که اگر تریلوگیای سگانه دختری آتش ما به دنیا رسونده میتونستیم، این هم مانند همون اثرهای اروپایی که مشهور هستند همون خیلی مشهور می بود، چون که اینجا هم سنت است، هم تاریخ است، هم چهره است. ما نکردیم، نتوانستیم و خواننده خودمون هم دور انداختیم. الان در عصر 21 ما که داریم، امروز که داریم، نه شما پرسید، در عصر 21 عبدالحمید سمدوف از عصر 20 ما اومد، کرامت الله میرزایف از عصر 20 ما اومد، میرزا نصرالدین که عصر 21 با همراه شد با اینها، شاه مظفر یادگاری که در عصر 21 همراه شد با اینها و ابرار زایر. من ادیب هایی که ما در عصر 21 داریم، من دیگر کسی ولی در عصر 21 به صفتی نثر نویس گفتن نمیتوانم. میدونید چرا گفتن نمیتونم؟ یک چیزی بسیار عجیبش هم است. خالد نام نویسنده افغانستانی که در امریکا زندگی میکند، درباره افغانستان 3 رمان نوشت. واقعه افغانستان من خوندم، 3 رمان نویس و رمانهاش به تیراژ میلیون پخش شدن. نویسنده میلیونر هم هست در دنیا. خب ما چی نوشتیم درباره واقعه های سالهای 90 ما؟ چرا عبدالحمید آدمایی که نمبر کردم چیزی نوشتند؟ کنی ادبیاتی افتخار میکرده ما که زندگی 30 سال اخیر ما افاده کرده باشد. من باز میگم من درباره نظم کارم نیست، درباره ادبیات سیاسی کارم نیست، گپ درباره ادبیات و میرود، نثر بدیعی میرود. چرا نیست؟ امروز در تاجیکستان هم فروشترین کتاب هم کتابی گفتید خالد حسینی هستن، الیف شفق هستن و ادبیات خارجی که مردم رو میخرد میخواند، فروشترین هستن. ولی از ادبیات خودمون شاید درست است که شاید از این کمبودی ها، یعنی دردی مردم نگفتن به معنای شما گفتید که ادبیات بدیعی خوب که نباشد، شاید خواننده کم داشته باشه. مثلا یک چیز برای تاکید همین چیز، مدویدف درباره واقعه جنگ شهروندی در تاجیکستان در مثال 1 دهه درواز کتاب ضحاک نوشته است
کتاب به زبان روسی در روسیه چاپ شده، لاورت مکافات دولتی روسیه شده است. ما ترجمه حتی نکردیم، حتی برای ترجمهش دست نزدیم. چیزی که وای گفته است خود ما نگفتیم، ممکن نتوانستیم یا ممکن نخواستیم، این گپ دیگر، لیکن حتی وای ترجمه هم نکردیم، نگفتیم. برای همین انا کن خواننده چرا انتخاب کند، از کجا انتخاب کند و برای انتخابش هم با یک چیز دیگر گپ پیوست. کتابی که ما چاپ میکنیم در تاجیکستان حاضر از 250 نسخه تا 3000 نسخه است تیراژ کتابی ما. فقط فاکولتیت های فیلولوژی تاجیک و تاریخ را در تاجیکستان هر سال قریب 1000 کس تمام میکند. کی از کتابخانه ما اگر تیراژ 400 باشد، از این تیراژ 400 برام میگه یک کاری کرده آشنابازی کرده با کتابخانه های رسمی و غیر رسمی، وقتی 100 تا 200 جای کنید چی میمونه دیگر؟ چند دیگه توفا کنید با دوستان توفا میکنه، 100 دیگه شگرفت توفا میکنه، چون که خود مردم نمیخرن. میدونید برای من این کتاب‌های با وای تقسیم کردم با دو سه گروه. من باز میگم من از درباره کتاب سیاسی گپ نمیزنم، درباره شعر گپ نمیزنم، درباره شعر الویدا یک چیزی گفتن ندارم وای میگم. کتاب برای تجارت، کتاب‌های تاجیکستان امروز برای تجارت چاپ میشوند. کتاب‌های تجارتی نرخشون اگر به دندانتان رسد یک تا دندان سیاد نمیماند و فقط خریدارهای پولدار میخرند، خریدارهایی که نمیخوانند میخرند. کتاب‌های تجارتی دیگر کتاب‌های میخواندنی آنها کتاب‌های خواندنی باید برای آدم‌های نشر شود که معاش آنها نه زیادتر از 2000 سومانی هست، چون که همین مردم کتابخوان هستند. از همین چند سوم، از چند صد سوم تا 2000 سوم یا نفقه میگیرن یا کتاب، اینا کتاب میخونند. اینا کتاب‌های تجارتی رو خریدن نمیتوانند، با خریدن کتاب‌های تجارتی اینا قدرت ندارند. پس کتاب‌هایی که برای اینا میبراید نرخ عادی داشتنش در کار، نرخ روزگاری داشتنش در کار و بابای اون پول موافقت کنند و اگر هوسمند باشد تواند پیدا کنه گرفته خونده تواند. صدقه شوم به شعر که ما به همون شعر زنده ایم، خلق ما به شعر زنده است، ولی اینقدر از استفاده کردن در کار نیست. گشته به گشته همون عین یک چیزی ادبیات کلاسیک گرفته با چوب کردن و با نام آدم‌های نو و محررهای نو و برآوردن و دوستان و پردن شرط است. این چیز این کتاب‌ها هنوز سال‌های 50م سال‌های 60م چاپ شدگی بودن. امروز با محرری دیگر و با هیئت تحریری دیگر همون عین کتاب‌ها به تغییرات چاپ شده استادن یا ممکن یک تغییرات جزئی چاپ شده. آخر بجای این یک چیزی امروزه هم چاپ کردن در کار دیگه بیشتر در کار بودگی است که امروزه فهمیم. من بعضا فکر میکنم که ادبیات ما به درجه بزرگ که مثل مادر ما الله میگوید، مثل پدر به ما غمخواری میکند، مثل دادر ما دستگیری میکرد، ما چنان شدیم که مانند کودک گهواره باقی ماندیم از این نوازش ها. ما خودمون حرکت کردن و کوشش نمیکردگی شدیم. درباره ادبیات نقل میکنن گویا که در اودیتوریا باشند، در تلویزیون چنان نقل میکنن که تلویزیون دیگر اودیتوریا وای استودین نه، وای معلم مکتب میونه نه، وای خلق است. در تلویزیون دیگر گپ اگر درباره ادبیات هم که گپ باشد دیگر گپ گفتن در کار است. فرض کنیم سعدی، درباره سعدی و امروز کتی گپ زدن در کار که امروز برای امروز سعدی چی میتونه. یک وقت در تلویزیون سویتی کار میکردم، گفتن که محرر دعوت دارد، در اومدم که استاد میرزا ترسنجاده همراه محرر شدن. نمی جوان گفتن. سانی سلام کردم، گفتن که شما فیلولوگا؟ من گفتم که نه، من ژورنالیست. فرقش نه، هرچند یک گپ گفتند. گفتن که در ادبیات کلاسیکی ما چند تا استاد داریم. من گفتم که یک تا. گفتن کی؟ من گفتم رودکی. گفتن که راست. من گفتم در ادبیات گفتن در ادبیات سویتی چند تا استاد داریم. من گفتم سه تا. گفتن کی ها؟ من گفتم استاد عینی، استاد لاهوتی و شما. گفتن که اون دو تاش درست، حال من در گمان. گفتن که میدونی چرا شب در نمایش تلویزیونی که میبردی
فلانچه شاعر با فلانچه شاعر استاد گفتم مراجعت کردی. من گفتم یک بار نام فامیلشون استفاده بردم، یک بار معلم گفتم، برای اون که تکرار نشود کلمه استادم استفاده بردم. گفتم گفتن که میلیون بار تکرار شود لیکن استاد به هر کس در هر جا استفاده نبر. حاضر اگر امروز حاضر گرد اگر حالی بچه که درست گپ زدن نمیتونه بابا استاد گفتم مراجعت میکنن. ما در وقت مثلا در فاکولته فیلولوژی تحصیل میکردیم، بزرگترین دانشمندای همون زمان شریف جان حسین زاده، توجیوف، تبارف، میرزا زاده و دیگرها استاد نمیگفتیم، معلم میگفتیم. اگر بسیار سخت احترام کردن در کار باشد دوملو میگفتن. آخر استاد به این چیز نمی اومد. استاد این اصطلاح بود، اصطلاحی مهمی سوهی فرهنگ بود که نه به همه میدادن. او در دقیقی میگه که استاد شاعران صاحب قران شاعران استاد رودکی، یعنی اونا هیچ کس نمیگن هم تو گرفته اصحاب استاد. خب ما متاسفانه است یا خوشبختانه است یک گروه اینتلیجنسی ما در افغانستان خدمت کرد. در افغانستان که کلمه معلم مکتب عالی به نام استاد یادآوری میکنند، رسما استاد میگن، انا گرفته آورده ما به تاجیکستان اینجا قالب کردیم. ولی حاضر من وقتی که مطبوعات میخونم، مخصوصا مطبوعات غیر حکومتی، مطبوعات به اصطلاح آزاده، با آدم‌های با شاعر و نویسنده‌های گویا استاد مراجعت میکنن که حالی باید نام خودشون درست نوشته نمیتونند. من یک چیز برای بسیار با میگم. یک عبدالسلام چی بود فامیلشون، محمد نظرف، یک معلم زبان انگلیسی هستند، دکتر علم انگلیسی، پارسال یک تقریر چاپ کردند درباره نشر یک کتاب استاد عینی. محرر این کتاب من نمبر نمیکنم برای اینکه بخورم پارسال امسال وفات کرد اون آدم. استاد عینی را تحریر کرده چاپ کردگی. بعضی کلمه های استاد عینی با وای معقول شدگی نه، با خودش موافق کرده چاپ کردگی. خطاگی استاد عینی یافتگی و این بزرگی. من استادای ما میکردم، استادای ما. برای همین ادبیات عصر 21 که ما، من باز میگم من درباره نظم حاضر نمیزنم، ادبیات بدیعی عصر 21 ما طلبات جمعیت تاجیکستان را، خوانندگان تاجیکستان را قانع کردن نمیتواند. از علت‌هایی که مردم رو به ادبیات و رو به تحلیل و این کتابخوانی که نمیارن، شیزدگی در ما است و ما هم به شعر ifade میکنیم و این شعر که یک چیزی کوتاه است، مردم به این عادت کردن، دیگر نمیرن به سمت چیزهای نثری، همیشه رو میارن به نظم. این اندیشه تا کجا درست است به فکر شما؟ در زمانی که هنوز در اروپا ادبیات به اون شکلی که در کار است تشکل نیافته بود، در ما ادبیات شعر، یعنی شعری که و ما بسیار انکشاف یافت. زیرا برای ما عشق هم شعر بود، جنگ هم شعر بود، خدای رسول هم شعر بود، یعنی در شعر ifade میشد همه این چیزها. زندگی اجتماعی هم در شعر میشد، ستایش هم در شعر بود، این کار کردن هم در شعر بود. با واسطه شعر میگفتن و طوری که شما اشاره کردید بدیهیاً گفته میشد، در همون جایی که خوانده میشد الکی وظیفه‌اش اجرا میکرد. یعنی شعر اون وظیفه‌ای که امروز پوبلیسیست که اجرا میکرد در اون زمان اجرا میکرد. همین چیزش هم داشت در گردنش. برای البته استتیک هم بود. مثلا هلالی این بغیر از استتیک چیزی دیگری نیست. شعر وای یعنی ادبیات خالص است. ولی فردوسی این که نیست کو. مولانا این که نیست کو. مولانا دین، حافظ دین، ستایش خدای رسول، شاهنامه تاریخ و سعدی پند، عبید زاکانی محکوم کردن، یعنی شعر وظیفه های گوناگون داشت، همون اجرا میکرد. یک چیزی زمان شوروی بعضی به طور خودشان من داد میکنن. من که عقیدم مارکسیستی است، من به طور خودم من داد میکنم. یعنی هم در عقیده مارکسیستی هستین استاد؟ من در مارکسیسم هستم. میگن که این در زمان شوروی اصلا با موقعیتی مسئله دقت می‌داده گشتند و با شکل و با ظاهر نیست و برای همین این چیز پاش شد. لاهوتی در زمان مارکسیستی ایجاد کرده است
و در شعار مارکسیستی ایجاد کرده است. به حد لاهوتی در عصر 20 در ایران شاعر پیدا نشد. درست، ولی آخه استاد وقت مولانا و حافظ اینا سانسور میشدن نه در وقت مارکسیسم. کی گفت؟ کی گفت؟ هم مهمونای برنامه تقریبا همش میگن اونجا اختصار میشد و انا کن در این باره یک چیز میگم. خوب کردید که گفتید، من وگرنه این چیز نگفتنی بودم، شما من تحریک کردید، گفتنم در کار میشود به این چیز. 90% اون چی که در ادبیات کلاسیکی ما بود ما آوردیم در شوروی آوردیم. سال 34 جشن شاهنامه را قید کردیم ما. 1934 جشن شاهنامه را قید کردیم ما. بعد از همین سر کنیم. حافظ، تدقیق حافظ و واصفی اینا تمام ادیب‌های بزرگ ما به اینا بیدل را ما بیدل با همه صوفیگیش ما بیدل را تحقیق کردیم آوردیم. عرفان بیدل را تاجیکی کردیم با خط امروزه بگردیم آوردیم. گپ بسری اون که در همه گونه ادبیات، در ادبیات دنیا هم، در همه دنیا هم لحظه های هست که زمان افاده می کند. بعد لحظه های هست که شهوت شاعرانه، شهوت ایجادی افاده می کند. ما از اون ادبیات انمیش داشته پرتافتیم. یعنی شما استاد با این اندیشه روزی هستید که اینها موافق با ایدئولوژی همون وقت تدوین و تحریر و چاپ و نشر و تحقیق میشدن یا آزادی هم بود در وقتی مثلا تحقیقات اینها؟ اگر ایدئولوژی گفته شما به همین اخلاق زمان نه با اخلاق زمان موافقت کردنش گفته باشید، ها اثر با اخلاق زمان موافقت میشه. اگر حافظ غزلات حافظ با اخلاق زمان اسلامی موافقت نمیکرد، مدرسه رخصت میداد برای پاین کردنش؟ نه. اگر مولانا مثنوی که قرآن پهلوی میگوییم با ایدئولوژی اسلامی زمان موافقت میکرد، همین که مولانا شهرت پیدا میکرد، مخالفت میکرد، اسلام امکانات میداد. عطار رو امروز عطار رو، غزالی رو امروز در ایران محکوم میکنند، چون که گرچه وای دین است لیکن این ایدئولوژی نیست. گپ این است که گمان کردن که فقط شوروی با ایدئولوژی دقت میده و دیگران نیست. مثلا هم تو یک چیز عادی مولا دلیل شما فکر کنید کدام ادبیات بدیعی دنیا برای هم تو زیباییش مکافات نوبل گرفته است؟ چه است همون ادبیات؟ یعنی شما برای این اعتقاد، برای این باورید که چی در امریکا چی در اروپا اونها موافق به ایدئولوژی بله مثلا آزادی ها ندارن. آزادی گفته چه میفهمید؟ همین آزادی که امروز هم جنسگرایی در اروپا شعار کرده میگن همین نشد نظر دوست که خیلی آزادی در کار است. موافق با ایدئولوژی و ایدئولوژی هیچ کس از ایدئولوژی نه پر، لیکن با یک کسی اعتراف نمیکند که پر است. اون که اونو از بس که جامعه به این چیز رخصت میدن چون میشن، لیکن ما شما نمیدونیم که چی است خودش. اونایی که نمبر میکنند و معرفی میکنند که من ببینید چی گپ است، اینا تماما چیزی دیگه. همین خالد برای چی وقت یک مثلا در همون شمالش یک چیزش که یک دختری امریکایی است، خیلی اروپایی ایتالیانی بخوام که چهره ساز است، درباره همون تقریبا یک فصل کلان جدا میکند که به جوهر رمان داخل نمیشود. این من گمان میکنم وسیله است که این کتاب باید چاپ شود و هم معروفیت پیدا کنه برای یعنی همون کاتگوری آدمو که ببینید که من در افغانستان دکترهای ما در شرایط ویران چی کار کردن ببینید انامون تبلیغ میکرد خورا ایدئولوژی کو همین چیز جو نمی. بله درست استاد. انا اینجا چه خیلی شود که راهنمایی برای جامعه شود که ما از این فهمیده میشه که بسیار کتابخانه ما درک درست ندارن. مثلا اون ادبیات اروپایی آمریکا رو یک ادبیات بزرگ امروز میدونن، به خبر از اینه که زیر اون کتابا با تبلیغای وجود دارن که بعضی‌ها ناخودآگاه میرن زیر همون تبلیغات نفهمیده. و این وظیفه کیست که باید اینا شرح و تفسیر فهمد که اینجا چی میگذرد؟ وظیفه اصلا کی است؟ این وظیفه تنقید ادبی است که ما نداریم. تنقید قید داریم و خیلی همین با ادبیات ما مانند است. تنقید ادبی امروزی ما
به همون ادبیات امروزی ما مانندی دارد. سطح نهایت پست. در کتاب میولر یادآوری کردید 6 جلده و گفتید این رو خوندید. برداشتتون از این کتاب 6 جلده چی بود که وقت صرف کردید خوندید و چی چیز برای شما قابل قبول و چی چیز براتون مثلا نقد میکنید این کتاب و چی گفتنید برای برنامه کتاب خون که همین کتاب رو خوندنش خوب است برای دانشمندان یا نه؟ چون یک کتابی خیلی معروف هم است این کتاب. اولش اینکه همه گونه کتاب خوندنش خوب است. یعنی شما درباره وی کتاب تصورات پیدا کردنتون در کار است. اگر کتاب هم با شما دخلی داشته باشد. مثلا این کتاب که تاریخ اسلام است، اسلام این مدنیت امروزی ما است یا زوینده مدنیت امروزی ما است. ما دونستن مدرک که این تاریخ در ما از کجا سر شد و چه خیلی سر شد تا کجا رسید، از این نقطه نظر مهم است. دوم یک چیز میگم، عالم های بزرگ اروپا بودند که دستنویس ها و کتاب های از نظرها دورمانده شرق، تاجیک و فارس و عرب به دنیا معرفی کردند. تاریخ تبری که تاریخ اسلام است در کتاب میولر نقش بزرگ دارد در تشکل کتاب میولر. تاریخ تبری در تشکل اثر برتولت ترکستان زمان مغول، اصطلاح مغول اهمیت بزرگ دارد. یعنی عالم های اروپایی از روسا سر کرده به اون طرف یگان چیز درباره تاریخ ما ننوشتند بغیر از اون که از کتاب های تاریخی، از رساله های تاریخی ما استفاده کرده باشند. یعنی منبع اونها مایم، خود مایم. ما خودمون نخوندیم، ما خودمون سراغ نکردیم، ما به ارکیو نرفتیم، ما در خانه کیم که کدام پوسیده هم رفت و یا هر چیزی که یافتن خریدن بردند و اونا محکم نکردن در ارکیو، همونا چاپ کردن، پهن کردن. و کتاب میولر هم به همین چیز تکیه میکرد. اونجا من یک چیزی اساسی که برای شما گفتم میخوام برای معرفی آسیای میانه یعنی چی. اولش اینکه موی همچون فارس نامبر میکنه، فقط در یک جاش می نویسد که فارس ها در بخارا تاجیک نامیده میشوند. در یک جا تاکیدش هست، یعنی دیگر به همه شکلی فارس میرود، یعنی خلق عمومی میگرد به این شکل. بعد چی میگد؟ میگد که وقتی که عرب ها آسیای میانه را اشغال کردن، گرفت، عرب صاحب ملک شد. یعنی عرب دولت به دست گرفت، ایدئولوژی به دست گرفت، گفت که تو هر کسی که در این قلمرو ما زندگی میکند انمی چارچوب کتی گپ میزند، از چارچوب اسلام بیرون گپ نمیزند. و در ادبیات ما از همین از عصر 8 اگر سر میشته باشد تا همین عصر 21 و امروز هم حتی همون چارچوبی مدینت عرب کتی، از اون بیرون هیچ کس گپ نمیتواند. خب ممکن باشه یک تا دو تا جلافشکن عرب یا اسلام ما باید جدا کنیم. اینجا گپ درباره ایدئولوژی عرب میرود. عرب ایدئولوژی خودش در قالب اسلام آورد. این تماما گپی دیگر. حکمران هم در زمان اموی ها هم در زمان عباسی ها و غیره عرب ها بودن که خلق عرب بود که و اون که اسلام تبلیغ کردن، این علاقه پرابلمی دیگر. عرب ایدئولوژی داشت، عرب خودش اداره نمیکرد. میگه که من اگر اداره کنم، اگر از نقطه نظر امروزه بگیم مانند روسیه یا مانند امریکا، من اغواگر و استیلاگر حساب کردن شما ممکن. این از اینو پیش وای فکر کرد، گفت که از همون محل آدم میابیم و ما میگیم که تو پادشاهی، ولی وای پادشاه از گفته ما بیرون نبرآمدنش در کار. و همین خیلی پادشاه ها ترک‌ها شدند. هم در ایران بیاد راست ششتم یا کش ششتم رو راست گوییم از همین عصر 13 سر کرده، تقریبا 12-13، هم در سرزمین امروزی ایران، هم در سرزمین امروزی افغانستان، هم در سرزمین امروزی هند و پاکستان، هم در سرزمین امروزی آسیای میانه تاجیکستان قبیله های ترک پادشاه بودند. همین حقیقت همین خلکو ما بودیم، اینجا وطن ما،
ما بزرگی کتاب غفور فرمانده بود که گفت که ما صاحب این وطن هستیم، صاحب این فرهنگ هستیم، تمدن هستیم، تمدن ما صاحب همین تمدن، ما همینجا اول بودیم گفت و کرد، همین رسمی کرد برای منطقه شوروی. لیکن آخر مثلا ما در زیر حکومت منقیطی بودیم، افغانستان و هندوستان در زیر حکومت بابری ها بودند، تو ایران و این طرف در حکومت سلجوقی ها بودند، آخر همین ترک ها بودند که همین قبیله ها بودند. یعنی اینا با قدرت آمدند. ایدئولوژی عربی یا مسلمانی اگر این خیلی گوییم حاکم ترک الان با ما میموند شعر خواندن در دربار ایستاده گفتن که این پادشاهی نغز، این پادشاهی زور، یعنی ما آدمای نغز وطن ما آباد گل بزیب، این فونکسیا با ما میموند. این فونکسی نغز بود یا بعد دوره قریب همین خیلی بود از فکر میکنم برای همین ملت. خب آخه این فونکسی نغز است یا بعد همین نگاه کنیم ده. من ادبیات یا شعر نیتی بد کردن نه، لیکن چیزی که به ما رسید، به خلق ما رسید، همین یا کلان که زمین زده کشت کرده با آب عرق و با خون خود خوراکواری به دست بیاره اونای خورون، یا قلم که وای ستایش کنه روزته گذرون. انا همین تقسیمات میولر گفت است که با تاجیکای با فارسا، یعنی خیلی واضح دارم کتاب مثالش من به وقت گفتم که حاکم عرب و ایدئولوژ عرب و اسلام، حاکم ترک، اهل ایجاد فارس، انا به همین شکل گفته است. بعد در این کتاب چیز مهمی دیگری که برای من وایتر است میگم که ما همه خلق‌های ترکی زبانی منطقه به نام مغول یادآوری کردن ما بهتر است. این چیز متاسفانه در تاریخ قبول نشد یا کمتر گفتن، قریب که نیست. یعنی وای اینا با قبیله ترک نمیگفت، میگه مغول اینو گفتن در کار. این بینو صحبت کردم، ما با شما گفتیم که خیلی 45 46 برنامه کردیم، شما شوخی گفته، جدی گفتید همین قدر کتابخانه هم بوده است. یعنی شما این باور دارید که واقعا در ما کتابخانه کم است؟ من ماه یک بار دو بار اخیراً کتابخانه ملی میروم. هنوزم در این سال با کتابخانه میروم کتابخانه، چون که آنچه که در کتابخانه شخصی دارم بعضا ناکفایه میشود برای من. میبینم که در تالار کتابخانه یا در تالار مطبوعات در عرفه امتحان ها باشد خواننده بسیار شده است. من خرسند میشم که خواننده بسیار است. در ترالیبوس کتابخانه پیدا شده است، اتوبوس. من از این خرسند نمیشم چون که فقط اونها میخونن که جایشتشون از دست دادن نمیخوان، دست شما کتاب شدگی میخونن یعنی نمیدونم. ولی کتابخانه کم به آن معنی میگویم که هیچ کس ادبیات بدیعی را رفته در کتابخانه نمیخواند، از کتابخانه نمیگیرد. ولی با این تیرژی که ادبیات بدیعی ما چاپ میکنیم، من تاکیدم کردم، گفتن که ما کتابخانه هستیم، عیب. این عیب است خودش. تهران، من مغازه کتابی تهران میروم، همون خیابانی فردوسی فرامدم راست میروید، آدم کیف میکرد از اون که مردم با نوبت کتاب خریدن کتاب مردم ایستادن، در دست کتاب انتخاب کرده ایستادن، هزارها کس، هزارها نفر در ما حاضر برای نان اینقدر نوبت نمیستند، ولی که کتاب یک طرف است. چگونه میشود این ملت رو، این جامعه رو مثل گذشته هاش و سمت کتاب و به سمت دانش اندیشه بود؟ ما هم به دنیا شریک شدیم ما در کار، با عالم شریک شدیم ما در کار، دیدن ما در کار که در عالم چی خونده ایستادن، چی میخونند. ما هم همون خیلی چیز استحصال کردن ما در کار، همون خیلی چیز نوشتن ما در کار، همون خیلی چیز چاپ کردن ما در کار، همون خیلی چیز نشان دادن ما در کار است. متاسفانه ما حاضر از این چیز خیلی دوریم. ما به حساب گرفتن ما در کار که شعر چیزی خوب است، ولی زمان سال دیگر شد. خدای بزرگ همگی یک تا آدم استحصال کرد.
همون هم گپ خدای نگرفت، سرکشی کرد و اونم مجبور شد که پیش کند از اونجا. یعنی براه انداختن در کار است آدمه به یگان راه روانه. خداوند و به یک راه روانه کرد. بعد هر دولت هم باید به یک راه روانه کند. مهم اون که این راه انسان دوستی باشد، راهی به یکدیگر ضرر رساندن نباشد، راهی نیکی باشد، راهی بدی نباشد. اینش مهم است. پس ادبیاتی که ما نشر میکنیم باید همین راهی تربیه بیوسته نشون دهد. دیگر وطن دوستی، وطن دوست داشتن. البته وطن این مفهومی زیاد است. من یک وقت یک چیز شنیدم، در مسکو بودم، بچه ها در یک مگزین خوراک میخورن، جای خوراک خوریش. منم تقریبا داشتم سونه اساس که معلم شما معلمی و اسلاویانی بودید دانشگاه هم ها. گفت که ما هم اونجا تمام کردیم که گپی ما سر شد. بعد گفت که همین در توشنام وطن میگن. من اینجا آمدم، کار کردم، خانه ساختم، پدر و مادرم آوردم، فرزندام آوردم، ما در اینجا. وطن اینجا، چون که من اینجا هر چیزی که میخواهم پیدا کرده میتوانم. یعنی فهمیش وطن در وای تماما دیگر شده است. ما در کتاب و در عمل وطن حقیقی فهموندن ما در کار بوده است. اگر کتاب این کار نکند و فرقش نه که نظم است یا نثر، به چی کار آید؟ من گمان نمی کنم که این به اون چیز میامد شه. خیلی یک چیزی بزیبی نغز نوشتو در چی با چی؟ بعد این چی؟ یا چیز دیگر. انسان دوست بودن در کار است. خود دنیا همه با یکدیگر جنگ می اندازد. من یک اثری نویسنده شویتساریا میتن گفتنی یک نویسنده هستم. 1000 سال مبارزه ضد روسی در اروپا نام کتابش. روسافوبی 1000 ساله وایشون است. میگه که قطره همیشه همینه به خاطر مردم اندوختن میگیرن. این دشمنی به وجود میبرد. اما انسان دوستی به وجود آوردن که سعدی همین موی روانه کرده است. چون انسان را نباشد فضل احسان، چه فرق از آدمی تا نقش دیوار. به دست آوردن دنیا هنر نیست، یکی را گر توانی دل به دست آوردن. در موضوع وطن دوستی، افتخار ملی، وقتی که یک حادثه در این سرزمین پیدا می شود، ما همیشه جدا میکنیم و میخوایم معین کنیم که چقدر وطن بیشتر دوست می‌دارد، کی دوست نمی‌دارد. اونهایی که داد میزنن، فریاد میکنن، شعار میتین و جانب دیگر رو متهم میکنن که اونا وطن دوست نمی‌دارن، من فکر میکنم یک کمی اشتباه و خطا است. آنهایی که خاموش هستند، مثلا یک عالمی که در خونش کتاب مینویسد، اون سربازی که در سرحد میستاد سینه‌اش برای وطن سپر میکنه، ما نامش اصلا نمیدونیم. یا یک نفری که در هجرت در یک زیر بیتون کار میکنه، نمیشه محکوم کرد که وطنش دوست نمی‌دارد. یعنی امروز هر کسی که شعار نداد و گپ نزد و چیزی ننوشت، گویا به نظر گروه یا ایده وطن دوستار نیست. من فکر میکنم اونایی که خاموشتر کار میکنن، عملگراتر هستن، ایجاد میکنن، در وظیفه خودشون صادق هستن، صادقانه خدمت میکنن، دست به فساد نمیزنن، دست به دروغ نمیزنن، اونها از این شعار پریکانه ها، از نفرانی که شعار میتیند و عکس بیشتر میمونن و صدای بیشتر میمونن، فکر میکنن وطنش از زیادتر دوست میدارد، وطنش از زیادتر احترام میکند و حاضر است که برای این وطن جان بده. شما اون چیزی که 110 سال پیش استاد ابوالقاسم لاهوتی گفته بود، وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هر دو، مصیبت از مسلمان هاست یا کفار یا هر دو، همه دادی وطن خواهی زنند اما نمیدانم وطن خواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو. همون به شیوه دیگر تکرار کرد که و درست هم هست. و وطن خواهی به یک شکل دیگر در یک بیت ترسونزاده هم دیدن ممکن است. یاری ما و دلبری شیرازیان، فرقشان از این زمین تا آسمان. چشم او ترسد مدام برق را، روی این روشن نماید شرق را.
این مقایسه تنها برای افاده وطن، وطنداری و ملت است. وطندار باشیم، وطنمون دوست داریم، خلق دوست باشیم، همه تاجیک‌های دوست داریم، ملت دوست باشیم، تاجیکستان دوست داریم. سلامت باشید. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یار و مددگارتون.